افشای جزئیات جدیدی از جنایات سربازان انگلیسی در افغانستان دوباره احساسات مردم این کشور را جریحه دار کرد. به تازگی تعدادی از کهنه سربازان انگلیسی پس از سالها سکوت خود را شکستند و جزئیات جدیدی در یک برنامه تلویزیونی از جنایات خود در افغانستان بیان کردند. کشتار مردم افغانستان در خواب در اجرای عملیات‌های شبانه و بازداشت کودکان و قتل آنان با دست‌های بسته از جمله اعترافات سربازان سابق انگلیسی در افغانستان است. افشای این جنایات پس از 2 دهه سکوت دوباره افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی را به خود معطوف کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان بر پاسخگویی بی قید و شرط عاملان این جنایات تاکید کرده است. باید اینا که جنایت در افغانستان انجام داده باید به محاکم افغانستان سپرده شود جنایتکاران را. سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده افشای این جنایات سند دیگری بر جنایت ناتو در افغانستان است. تمام اعضای ناتو به شمول امریکا در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شدند و ما کوشش داریم که تمام اونا را وادار بسازیم تا مردم افغانستان غرایم جنگی بپردازند. پیش از این وقتی که شاهزاده انگلیسی گفت در زمان حضورش در افغانستان به عنوان خلبان بالگرد افغانها را همچون مهرهای شطرنج تارمار و میکشته است، موجی از خشم در افغانستان ایجاد شده بود. تاکنون حتی یک نظامی خارجی از جمله نظامیان انگلیسی برای جنایاتی که در افغانستان مرتکب شدند در یک دادگاه عادلانه محاکمه نشدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.